این برای افرادیه که سیستم ندارن. اینی که توضیح میدم روش رمزگشایی اینا بشه صورت خیلی از خودش دور باشه، زمانی که نهایتا 7 متره، یعنی 7 متری خودش توی 4 جهت اصلی بررسی میشه، ببینی مورد مشکوکی بهت میده یا خیر. اگه نداشتی میتونی سیخ بزنی، یعنی از خود جوغن 7 متر فاصله میگیری، 4 جهت اصلی و 4 جهت فرعی رو سیخ میزنی. این برای افرادیه که سیستم ندارن. اینی که توضیح میدم 7 متری جوغن هایی که اسکنه یا آبراهه دارن سیخ میزنی، 4 جهت اصلی و فرعی برای افرادی که سیستم ندارن. اما اونایی که سیستم دارن تو فاصله 7 متری دور خود جوغنی که اسکنه یا داخل خودش داشته باشه یا شاسی یا آبراهایی رو داشته باشه. گرفتید؟ جوغنی که مربوط به آیین تدفینه که داخل خودش اسکنه یا آبراه داشته باشه، 7 متری خودش دور خودش سیستم میزنی. اون موردی که مهمه رو بهت میده. جوغن هایی که به تعداد میان بهتون گفتم توی جنوب کشور باشه فاقد ارزشه، اما توی غرب شمال شرقی و شمال غربی باشه میتونه مهم باشه. تا 70 متری خودش بهت قبرستان میده. حالا میرسیم به جوغن هایی که روی دیوار